آبشار 53 متری گزو از مناطق سوادکوه استان مازندران. دوستان صخره‌نورد بابلی ساروی هستن امروز که دارن از این آبشار 53 متری فرود میان. من یا از زوم در بیان تا شما منطقه رو ببینید به چه صورت. تقریبا 1/4 که نمیشه گفت 1/5 آبشار اومده پایین. نه اینا چیزن سارویان. البته این صدایی هم که میشنوید من علک گلک سوار نمیشم با دود و کلک سیاه نمیشم من علک گلک سوار